تعس عبد الدرهم و الدینار، بنده درهم و دینار بدبخت شد، بیچاره شد. حالا این بنده درهم و دینار ممکنه اصلا درهم و دیناری هم نداشته باشه، ندارد و خوابش میبیند، حسرت میخورد، من اگر داشتم چه ها که نمی کردم. حالا چه ها میکند؟ همش مسائل پوچ و بی محتوای همین دنیای فانی هست. برعکسش هم آدم هست، دستش خالیه، ظاهر درهم ندارد، دینار ندارد. مردی از مردان صالح را میبیند که مال دارد و مال خود رو فدای راه الله میکنه، او آرزو میکند، حسرت میخورد، کاش من هم مثل او میداشتم و صرف راه الله میکردم. وقتی میشنود که مسجدی مشکل داره، وقتی میشنود که جامعه دچار مشکلات خدمات اجتماعی هست، حالا مدرسه و درمانگاه و جاده و کوچه و هر چی که باشه، جوانهایی هستند که به دلیل نداری اونها دارن به فساد میفتن، مدارسی هستند که به دلیل نداری دچار بحرانن. او با خودش میگه کاش من میداشتم و کمک اینها میکردم، کاش من میداشتم و کاری انجام میدادم. هر دوتا وجود داره. بنده درهم و دینار ممکنه خودش هیچی هم نداشته باشه، بنده درهم و دینار هم باشه، حسرتش میخوره. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. یعنی تکیهگاه کشتی هست، با تکیه بر آب کشتی حرکت میکنه، داخل کشتی بره کشتی رو نابود میکنه و غرق میکنه. چون که مال و ملک از دل براند، زن سلیمان خیش را مسکین بخواند. سلیمان مال نداشت، ملک نداشت، داشت ولی تو دستش بود نه تو دلش. بنده نبود، بنده ملک و مال نبود. به همین خاطر هر بار خود را متذکر میشد به این که هذا من فضل ربی. مسئله اینه. آنچه که در این دو آیه به من و شما فرموده شد و به مخاطبین قرآن خطاب شد، بعد از بیان قدرت و عظمت الله سبحانه و تعالی در خلقت آسمان ها و زمین، بعد از این که به این پرداخته شد که این آسمان و زمین به امر الله استقرار دارد، او اراده بکند استقرار خود را از دست میده، بعد از این که ما را فرا خواند که به مرغی که بالای سرت پرواز میکند نگاه بکن، بال که میگشاید و میبندد که او را نگه داشته اونجا، بر چه اساسی نگه داشته شده. در ادامه ما را فرا خواند به این که باز اگر تو متوجه نیستی آیا قدرتی و ارتشی و لشکری هست که تو را در برابر الله حفاظت میکنه؟ نیست، بلکه کافرین فریب خوردند. آیا کسی هست که چون الله رزق خود را متوقف بکنه به تو روزی بده و به شما روزی بده؟ نیست، بلکه آنها لجاجت میکنند بر سرکشی و فرار از حق. الله سبحانه و تعالی همه من و شما رو حفاظت بکنه از این اوصاف ناشایست و نادرست. ممکنه انسان کافر هم نباشه به اون معنای کفر خروج از ملت، اصل ایمان رو داشته باشه، اصل اسلام رو داشته باشه، ولی در ابعادی از زندگی مبتلا به این اوصاف نامطلوب باشه. هر کسی به خودش برگرده. فرافکنی خوب نیست. عادت نکنیم که وقتی یه چیزی منی که اینجا میگم گفتم، اول به خود خطاب میکنم، قبل از هر کسی باید من خودم را مورد بررسی قرار بدم که آیا من آلوده به این اوصاف نیستم؟ شاید یکی از آنها در من باشه. نادیده گرفتن حق، گاهی وقت آدم مبتلا میشه، متوجه میشه که حق کجاست، پاروش میذاره، نادیده میگیره، کبر به او اجازه نمیده. اقرار به فضیلت دیگران، اقرار به فضیلت دیگران یکی از علائم کبر است. حالا ممکنه این به خاطر مال، به خاطر قدرت، به خاطر علم، به خاطر شهرت، جناب فلانی، جناب فلانی، جناب فلانی، بعد فکر میکنه که منیه.
فکر میکنیم حالا معلوم نیست چه خبره. خیلی باید مراقب باشیم. ابلیس خیلی زرنگه، یک علامه هست در تخصص و کار خودش، خوب بلده، قوی تر از من و شما رو از پا در آورده، ریشه دارتر از من و شما رو به زانو در آورده و تنها راه پناهنده شدن به قدرت برتر است که در اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم نهفته است، که در کل زندگی این مفهوم را با خود داشته باشیم. در پایان برادران و خواهران را و همه کسانی که از طریق دنیای مجازی ما را دنبال می کنند، امسال نیز به مانند سالهای گذشته گرچه کمی دیر هست ولی این پیغام خیر را من امسال هم بدم و همه را فرا بخوانم به مشارکت در یک امر بسیار ارزشمند و خیر بسیار بسیار پرسود که دوستان حضور ذهن ممکنه داشته باشند، برای تهیه مصحف الحفظ جهت ساماندهی مدارس حفظ اهل سنت ایران. این که ما میگیم اهل سنت به دلیل اینکه ما محدودیت داریم و حذر میکنیم از اینکه جاهایی که ممکنه استقبال نشود ما مداخله کنیم، و اگر نه محدودیت اهل سنت هم نمیذاشتیم. الحمدلله والمنه چند سال هست که امور قرآنی مسجد جامع خوری خواجه‌طای بندر عباس فعالیت قرآنی خودش رو در شاخه‌های مختلف شروع کرده و کارهای خیلی بزرگی انجام شده. مطلبی که باید من اینجا بگم که شاید سوء تفاهمی برای کسانی پیش بیاد اینه که الان تهیه قرآن از اون جاهایی که قبلا تهیه میشد، از مسیر خیر جاهایی چاپ میشد و فرستاده میشد و به مساجد آورده میشد و جاهایی تحویل داده میشد، اون مسیرها امکان انجامش دیگه نیست و ما حدود 2 سال هست که انواع قرآن را، قرآن معمولی، مصحف الحفظ، عم جز، همه اینها رو با حمایت مشارکین مؤمن خرید میکنیم و همین الانی که من الان با شما دارم صحبت میکنم حدود 13 میلیون و چیزی مصحف الحفظ ما خرید کردیم که پرداختم نکردیم هنوز، چون که این مصحف ویژه و خاصی هست، روی جلدش هم نوشته مصحف الحفظ، یعنی مخصوص طلبه حفظ و حافظین قرآن هست و کیفیت تهیه آن و چاپ آن از نظر جنس صفحات، صحافی و بالاخره اون فنون و اون تکنیک هایی که حالا وجود داره برای چاپ که من نمیدانم، اونطور که برای ما توضیح داده شده و در تجربه هم ثابت شده ویژه هست. یعنی حتی قرار شد که ما با هماهنگی عالم قرآن که نماینده اصل ناشر در خارج هست که از طریق قانونی البته آورده میشه، اینا همش گمرکی دریافت میشه و از طریق قانونی وارد میشه و رسما خرید میشه، صحبت کردیم و گفتیم که خب اینقدر محدودیت هست و مشکل هست، بیاییم تو ایران چاپ بکنیم. اونا آمدن و روی این پیشنهاد کار کردن، آخر موافقت نشد، یعنی چاپی که اینجا میشد مقبول واقع نشد. این مصحف مخصوص چاپ شده که در مقابل استفاده مکرر و فراوان طلبه حفظ و حافظین مقاوم باشه، جنس صفحاتش خاص هست، چاپش و استحکام چاپش هم خاصه. در هر صورت به آسانی هم البته اینطور نیست که فراوان باشد و همه جا باشد، محدودیت وجود داره. یعنی این 10 کارتونی که ما الان تقاضا کردیم به سختی موافقت شده، حالا ممکنه کسانی هم بتونن به تعداد محدود گیر بیارن، ولی مقصد چی هست؟ حالا مقصد اینه که مدارس حفظ ابتدا جنوب و سپس به جاهای دیگر، مدارس حفظ به صورت هماهنگ و یک نواخت و یک پارچه تمام طلاب حفظ از یک مصحف استفاده بکنن، مصحفی که مخصوص آنها تدوین شده، برای دور کار را آسان کرده. دلیل الحافظ با اون همراه هست، راهنمای حافظ با اون همراه هست.